نشر تصاویر برهنه و غیر قابل باور زهرا الهام در ماه مبارک رمضان و تغییر دین زهرا الهام. آیا این خبر حقیقت داشته است؟ زهرا الهام چرا دیگر به کارهای هنر موسیقیش نمی‌پردازد؟ دلیل دوری زهرا الهام از هنر موسیقی چی بوده است؟ گفتنی‌های تازه فامیل زهرا الهام در این باره. زهرا الهام توسط چه افراد در استرالیا حمایت مالی می شود؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک شما دوستان نهایت ترجمنده کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب دیدن این کانال. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب دیدن کانال دنیا اینفو باشید. زهرا الهام هنرمند جوان چهره شناخته شده، مطرح و محبوب در میان مردم افغانستان است. علاقمندان و دوستداران خاص خودش را دارد. زهرا الهام عاشقان هنر موسیقیش را از برنامه ستاره افغان تلویزیون طلوع به طور رسمی آغاز کرد و اولین دختر خانمی بود که توانست مقام اول را در این برنامه از آن خود کند. زهرا الهام برنامه‌های مختلف هنری بعد از ختم برنامه ستاره افغان هم اجرا کرد و از سالت نظاره است، ولی بزرگ شده شهر کویته پاکستان بوده است. زهرا الهام در پاکستان بزرگ شد، هنر موسیقی را آموخت، اما نظر به علاقه و شوقی که داشت در برنامه ستاره افغان اشتراک کرد. بعد از تحولات سیاسی حاکم در افغانستان، زهرا الهام هم مانند هزاران مهاجر دیگر رخت مهاجرت به کشور استرالیا است. در آن کشور و کارهای هنر موسیقیش مانند قبل می پرداخت. برنامه‌های موسیقیش موج حمایت‌ها را به همراه داشت. تازه تصاویرش به نشر می رسد که زهرا الهام با لباس‌های غیر قابل باور در صفحات مجازیش ظاهر شده است. این کار زهرا الهام موج انتقادات را به همراه داشته است، اما زهرا الهام همواره تلاش کرده است تا هنر موسیقیش را برای دوستداران و طرفدارانش به گونه فجیع حسن انتقال بدهد، ولی هر انسان خودش می‌داند و زندگی شخصیش. من آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای زهرا الهام و جمعی از هنرمندان افغان از بارگاه عزت الله ازال تمنا دارم. عزیزان و همراهان نهایت ترجمنده کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان زهرا الهام به اشتراک بگذارید. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب دیدنی این کانال باشید. تا درود دیگر، بدرود.